سلام عاشقان غذا، خوش آمدین به پیج من. امروز یک رولت سینی مرغ داریم، بسیار خوشمزه، عالی و در یک مدت بسیار کم آماده میشه. شما میتونین ایره در ظرف نیم ساعت آماده بسازین و نوش جان کنین. ما به دو قسمی را آماده کردیم، یکی در روغن و دیگری هم در ایر فرایر امرای پنیر پیتزا. بریم با هم آماده بکنیم. اینجا ما مقدار گوشت را که قبلا آماده ساخته بودم امرای بیری ساز. امروز نوبت رسید تا از این گوشت که اخته کرده بودیم استفاده بکنیم. گوشت ها را داخل دیگتون بیاندازین و سر دیگه بر مدت 5 دقیقه بپوشانین. ما به هیچ نوع ادویه دیگه ضرورت نداریم، چون همه ادویه ها را قبلا ما اضافه کردیم. فقط باید این گوشت ها را پخته بکنیم. و ما همچنان در اینجا یک تا زردک دارم که زردک از قسمت کلان تراشک کشیدم و یک دانه هم مرچ تازه دارم که مرچ تازه را اضافه میکنم، زردک هم، و برای 2 دقیقه دیگه هم سر دیگه خود بسته میکنیم. 2 دقیقه به خاطر زردک کافی است. و همچنان ما 3 رنگ مرچ دلمه دارم که مرچ دلمه خود خلالی ساختیم و بعد از اینکه زردک ها پخته میشه بعدا مرچ دلمه را ما اضافه میکنیم، چون مرچ دلمه به وقت زیاد ضرورت ندارد. 1 دقیقه به خاطر مرچ دلمه کافی است. و بعد از اینکه مرچ های دلمه ما هم پخته شد دیگه خودم خوب صحیح مخلوط میکنیم و زیر دیگه هم خاموش میسازیم، میگذاریم تا مواد ما سرد شود. بعد از اینکه موادای ما سرد شد ما شروع میکنیم با آماده کردن رولت. ما به خاطر بسته کردن رولت به ساز ضرورت داریم که 1 قاشق آرد سفید و 30 قاشق هم آب. این را خوب مخلوط میسازیم، چون ما از ورقه های آماده استفاده کردیم نمیتونم امرای آبی را تر ساخته و رولش بسته بکنم. امی بهترین ساس است به خاطر بسته ساختن رولت. قسمی که در شما در تصویر میبینین به همین شکل همه رولت ها را ما آماده میکنم و به خاطر از اینکه شما درست یاد بگیرین ما چندین رولت پیش روی کمره آماده کردیم، چون کمی بسته کردن این رولت ها مشکل است. شما میتونین که در ورقه های بازار استفاده کنین و همچنان میتونین که ورقه ها را داخل خانه آماده بسازین، ولی ما از بازار استفاده کردیم چون وقت زیاد نداشتم به خاطر آماده کردن خمیر. بعد از اینکه همگی اینا آماده شد و حالا ما روغن اضافه میکنیم در دیگ خود و بگذارین که روغنتان کاملا داغ شود و در روغن سرد اضافه نکنین. زمانی که روغنتان داغ شد همه رولت ها را داخل روغن اضافه بکنین دانه دانه و هر طرف این رولت ها به 30 ثانیه وقت ضرورت داره. اضافه تر از 30 ثانیه نگذارین، چون از پیشتان خراب امکان داره که رولت های شما بسوزه. من رولت های خود به 2 شکل امتحان کردم، یک داخل ایر فرایر و یک قسمت دیگه هم داخل روغن. اردوشون خوشمزه آمد، اردوشون خوب بود، هیچ تفاوتی بسیار زیاد نداشت. فقط رولتی که داخل ایر فرایر آماده کرده بودم کم روغن بود و ایره که داخل روغن داغ کرده بودم این یک ذره که روغنی آمده بود، ولی در کل مزه اردوش بسیار عالی بود. شما میتونین که از هر دوی اینا امتحان بکنین و از هر دوی اینا استفاده بکنین. سپاسگزار هستم که مرا تا آخر ویدیو همراهی کردین. مرا فالو داشته باشین و ویدیوهای مرا لایک بکنین. لایک شما برای من قوت و انرژی میبخشه. ویدیوهای مرا با دوستانتان شریک بسازین، اونا هم از دستورهای پخت مستفید شون. سپاسگزار هستم از همه تک تک دوستایی که مرا تا هنوزم حمایت کردن. روز خوش، وقت خوش، ایام به کامتان سلامت باشین.